به نام خدایی که جان آفرید، به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. خداوند بخشنده دستگیر، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش و پوزش پذیر. با سلام و صد سلام به همه بینندگان عزیز و وصالیان گرامی. امیدوارم لحظات خوش و شادی را داشته باشید و در کنار خانواده هر کجا هستید شاد و خرم و پیروز باشید. باز هم با شما با برنامه منهاج السنه یک دیگر از قسمت‌های آن خواهیم بود. برنامه‌ای که در رد کتاب منهاج الکرامه هلی نوشته شده، همانطور که مستحضر هستید شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در رد کتاب منهاج الکرامه کتاب منهاج السنه را نوشت و ادعاهای پوچ و باطلی را که بر اثبات امامت ائمه اثنا عشر ذکر کرده آنها را با عقل و نقل جواب داده. و امروز هم با یکی دیگر از این برنامه هستیم در خدمت جناب استاد کارشناس محترم برنامه شیخ عبدالقدوس دهقان. سلام علیکم جناب استاد، با شما هستیم. بفرمایید با بینندگان عزیز گپ و گفتی داشته باشیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. منم در آغاز این برنامه عرض ادب و سلام دارم خدمت شما جناب آقای طاهری و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمندی که وقتتون را پای این برنامه گذاشتید. امیدوار هستم که خداوند متعال آنچه را که موجب رضایتش هست و در راستای هدایت ما هست به ما توفیق گفتن و به همه من و شما انشاءالله توفیق عامل بودن را عنایت بفرماید و در خدمت جناب عالی انشاءالله خواهم. ممنون جناب استاد. تا این برنامه یا تا قبل از برنامه قسمت های قبلی رو که رفتین در رابطه با ائمه قبل بود، یعنی 6 امام قبلی داره، 6 امام قبلی یعنی تا امام جعفر رفتیم. اون ادعاهای پوچ و باطل رو که علامه هلی در کتاب منهاج الکرامه ذکر کرده و ابن تیمیه رحمه الله به آنها پاسخ داده بود. و الان دوست داریم که از شما بشنویم دلایلی رو که علامه هلی در رابطه با اثبات امامت موسی بن جعفر امام هفتم شیعیان ذکر کرده که زعم خودش اینها دلایلی هستن که امامت ایشون رو ثابت میکنه. دوست داریم که از کتاب خودش این دلایل رو ذکر کنیم و همچنین رد ابن تیمیه رحمه الله را بر دلایل ایشون. من البته پیشاپیش باید عذرخواهی بکنم از شما و بینندگان عزیز که گلوی من وضعیت مناسبی رو نداره. باز ما با همین گلوی قبول داشتیم. از کنم خدمت شما که همه مستحضر هستند بینندگان عزیز و ارجمندی که در این برنامه و برنامه‌های دیگر ما تونستیم در خدمتشون باشیم بر این مطلب در واقع آگاهی دارند که امامت نزد شیعه یکی از اصول دین هست و در این زمینه روایاتی رو جعل کردند. بنی الاسلام علی خمس که یکی از اینها امامت رو معرفی کردند، 5 پایه و ستون اسلام. ولم یناد بشیء کما نودی للولایه، اون گونه که برای ولایت یا امامت ائمه تبلیغ شده یا اهمیت دارد هیچ یکی از ارکان اسلام اون جایگاه رو ندارند. نماز، روزه، زکات، حج در درجه بعدی قرار دارند و بدون ولایت علی و امامت و اعتراف به امامت ائمه اثنا عشر الله متعال هیچ عبادتی رو از دیدگاه شیعه نخواهد پذیرفت. مطلبی که جلب توجه میکنه در این زمینه این نکته هست که دلایلی که برای اثبات امامت این جایگاه بلند و والایی رو که امامت داره نزد شیعه و یکی از اصول اصیل و پایه های اساسی دین شمرده می شود نزد شیعه، میبینیم دلایل اثباتش بسیار متفاوت از دلایل اثبات فرضیت نماز و روزه و زکات و حج هست.
بلکه بسیار ضعیفتر هست از دلایلی که در شریعت اسلامی، در قرآن و در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نزد شیعه و سنی برای فروع فقهی ثابت شده. یعنی برای فروعی مانند احکام نماز که وجود داره، تعداد رکعات نماز، کیفیت نماز خواندن و در واقع اوقات نماز یا بقیه عبادت ها، روزه، زکات، حج یا حتی بسیاری از مسائل اخلاقی و آداب اجتماعی دلایل خیلی قوی، محکم و صحیح و صریحی ما داریم. اما در مورد امامت میبینیم که نه در قرآن از اون خبری هست و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. برای اثبات امامت اونگونه که شیعه امامت رو تعریف کردن، ما مجبور هستیم که آیات رو قطع و برید بکنیم، ما قبل و ما بعد آیات رو نخونیم. اگر بخونیم استدلال در واقع ناقص از آب در میاد. مجبور هستیم که یک نوع تعویل باطنی بکنیم، معتقد به این باشیم که قرآن ظاهری رو داره، باطنی رو داره، گرچه در ظاهرش اسم علی نیست اما در باطنش زیرش این امامت نهفته هست. روایاتی که در این زمینه وجود دارد یا صحیح نیستند و اگر برخی صحیح هستند دلالت بر امامت نمی کنند. تا به حال حتی یک مورد دلیلی که صحیح و صریح باشه یا از آیات قرآن باشه صراحت بر امامت ائمه حضرت علی یا ائمه اثنا عشر داشته باشد و یا دلیلی از سنت رسول الله و اقوال اهل بیت ایشان باشد که صحیح و صریح باشه، متاسفانه چنین دلیلی وجود نداره. این خودش یک جای علامت سوال بزرگی هست که چرا با وجود این که شیعه معتقد هست که اصل تمام اصول و اصل تمام دعوت انبیا و در واقع ادامه نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم همین امامت هست، چرا برای اثباتش دلایل کافی در این زمینه وجود ندارد؟ و متاسفانه شیعه برای این که اعتراف بکنند که قبول بکنند که در مورد امامت دلایل قطعی ندارند، دلایل صحیح و صریحی رو ندارند، اومدند اصول اسلام را و ناقلان اسلام را زیر سوال بردند. به طور مثال یکی از انگیزه های این که شیعه معتقد هست که بل اجماع و چندین نفر از بزرگانشون این تواتر و اجماع رو نقل کردند که قرآن تحریف شده. درست. اعتراف به تحریف قرآن یا عقیده تحریف قرآن، گرچه شاید بسیاری امروزه هم از علمای شیعه به خاطر تقیه این عقیده رو رد بکنن. بسیاری نه، تمام علمای شیعه، تمام کسی که مثل به حساب مدیرهای بعضی شبکه‌ها یا همین نویسنده‌ها که در جمهوری آخوندی واقعا پشت رسانه میرن ظاهر میشن، میگم ما قرآن تعریف نمیدونیم، قرآن قبول داریم، قرآن اصلی، همشون تقلید میکنن. و دلیل تقلیدشون هم این مطلب هست که شما توجه بکنید در میان شیعه به طور مثال اختلافی که در میان مدرسه اصولی ها و اخباری ها مثلا وجود داره، یا برخی اختلافاتی که به طور مثال مانند صدوق مثلا در باب سهو النبی قائل هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم دچار سهو شدن در نماز و دلایلی رو در این زمینه میاره و رد میکنه کسانی رو که اسمت رو به این معنی تعریف کردن. میبینیم که بسیاری از علمای شیعه اومدن با لحن بسیار تندی اونها رو جواب دادند، برخورد کردن باشون. اما در مورد تحریف قرآن متاسفانه چنین واکنشی رو ما نمیتونیم پیدا بکنیم در میان علمای شیعه. کسانی که معتقد به تحریف قرآن بودند، نوری طبرسی یا مثلا مجلسی یا مازندرانی یا بسیاری دیگر، حتی مفید و غیر مفیدشون که معتقد به تحریف قرآن بودند، مانند خود کلینی، مانند استادش علی ابن ابراهیم، مانند فیض کاشان و بسیاری دیگر از علمایی که شیعه بلا استثناء، بله، فقط 4 متاسفانه با این که امروزه میگن که ما معتقد به تحریف قرآن نیستیم، حداقل واکنشی رو که در یک مسئله فقهی، یک اختلاف دیدگاه فقهی واکنش نشان دادند، رد کردند، در مورد تحریف قرآن در مقابل گفتار و این نقل اجماع بزرگان خودشون متاسفانه کر و گنگ و کور هستند و هیچ گونه نقص العمل رو در واقع از خودشون نشان ندادن. و مطلبی میخواستم عرض بکنم این است که انگیزه شیعه برای اینکه معتقد شدن به خاطر تحریف قرآن، چون که دیدن در قرآن بحث امامت وجود نداره. اصلی ترین رکن دین که امامت باشه نزد شیعه، در قرآن هیچ اثری از اون نیست. پس بنابراین گفتن قرآن تحریف شده.
یعنی حاضر هستند که قرآن را یک قرآن محرف و تحریف شده و تغییر یافته جلوه بدهند. به خاطر چی؟ به خاطر این که یک نوع انگیزه‌ای باشه در میان شیعیان که اگر شما نمیبینید نام علی را یا نام ائمه را یا دلایلی برای اثبات امامت نیست، به خاطر این قرآن رو تغییر دادن. صحابه همشون کافر هستن به استثنای چند نفری. چرا؟ چون که امامت رو غصب کردن یا حداقل سکوت کردن در مقابل غصب امامت و خلافت. شما اشاره می‌کنید که سکوت کردن. خب من سوالی دارم از بینندگان شیعه، اونایی که خودشون شیعه میگن، خب چرا همون هایی که با علی بودن، همون 3 او 5 او 7، حالا روایات مختلفی دارن، چرا همون 3 4 5 6 7 تا همونا حداقل ذکر نکردن و حداقل میتونستن بقیه ذکر کنن که سلمان در فلان روز پا شد و سخنرانی عجیبی کرد و اون سندش قویه، نه سندهای جعلی که هلی و نمیدونم فلانی ساختن. نه، چرا اینا قیام نکردن؟ این دلیل بر این هست که چنین اتفاقی وجود نداشته. درست. وگرنه خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه مردی نبودند که در مقابل گرفتن حقشون در واقع قیام نکنند و سکوت کنند. میتونستن راحت حق خودشون رو بگیرند با توجه به معجزات بسیار زیادی که شیعه برایش معتقد هست. در روایت شیعه صراحتا اومده که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در واقع عصایی رو داشتن تبدیل به اژدها میشد وقتی که انداختن جلوی سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه و عمر ترسید. یکی از معجزاتش هست عصای سحرآمیز، یا به تعبیر دقیق تر بگیم که معجزه آسایی رو که داشتن. یا در یکی از روایات مثلا میگوید که من میتوانم در اینجا که نشستم در کوفه پایم رو بلند بکنم و لگدی رو بکوبم بر سینه معاویه که در شام روی تختش نشسته بر زمین بیفته. فاصله کیلومتری. و در روایاتشون اومده که فرشتگان اومدن پیش سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، این در بحار الانوار هست، که فرشته های کوه ها اومدن گفتند کوه ها رو تبدیل به طلا کردن، تبدیل به نقره کردن که یا علی اگر میخوای اینا رو بردار به پیروان خودت بده تا اینکه مطمئن بشن بر این دین و کسب قلوب اونها بشه. یا مثلا اگر میخواهی ما تمام درختان دنیا رو تبدیل به سرباز میکنیم برای تو تا اینکه در کنار تو باشن. اینا تمام مواردی هست. سکوت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد امامت هیچ گونه توجیهی رو نداره. در صورتی که در مسائل دیگر اومده سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این سکوت رو شکسته، در مقابل سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه ایستاده بارها. حتی در مورد مسائل فقهی مثل شستن پا مثلا، یا اینکه سیدنا علی عمر رضی الله تعالی اون گونه که شیعه میگن که بی احترامی کرده بود به شیعه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه برخاستند و خشمگین شدند جلوی سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه گرفتند. قضیه میزاب و ناودان حضرت عباس رضی الله تعالی عنه که عمر اونو از جایش کند و حضرت علی هم براشفت، حضرت عباس براشفت و همه اعتراض کردند و این حق خودشون رو در واقع گرفتن، گفتن این میزاب رو رسول الله صلی الله علیه و آله اینجا نصب کرده، شما به چه حقی اینو در واقع از اینجا برمی‌دارید؟ ببین در مسائل جزئی اومدن اعتراض کردن، حق خودشون رو گرفتن. چگونه ممکن هست که چون این جایگاه عظیمی رو، اونم منصب الهی رو، در مقابلش سکوت بکنم؟ جناب شما اشاره کردین که برای علی معجزات زیادی ذکر کردن، مثلا همون که طلا تمام کوه برای یاران طلا بشه و بقیه. آیا این که طلا بگردن علی انداختن این جزء معجزاتش گفته میشه؟ چون در کتبش ذکره که برای بیعت با ابوبکر رضی الله عنه طلا بگردن علی انداختن. آیا این جزء معجزات ایشون گفته میشه؟ در واقع اینها رو ما باید یعنی به شیعه چه عرض بکنم، به شیعه اینا جزء صفاحت های شیعه هست، جزء مواردی هست که علمای شیعه یعنی برای این که توجیه بکنند امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، ضعف و زبونی ایشون رو و این مسائل رو بافتند. اینا در واقع نه یک گونه فضیلتی نیست برای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، بلکه این به عنوان یک نوع در واقع عدم فضیلت هست هم برای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. تمام اتفاقاتی که تعریف میکنن، چه این که طناب به گردن ایشون انداختن، به زور ایشون بردن برای بیعت گرفتن، حمله کردن به خانه فاطمه زهرا و بسیاری از این پیرایه هایی که تمام اینها رو بستند به اصل قضیه تا اینکه به یک نحوی بتونن مردم رو یعنی حداقل این تصور رو در ذهنشون ایجاد بکنند که یک قضیه‌ای بوده و بدین خاطر این همه مسائل در واقع جنگ و درگیری به وجود آمده و میخوان این همه سر و صدا رو، این همه درگیری ها رو اثبات بکنن به خاطر اینکه اعلام بکنن که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه مخالف
بوده، بیعت نکرده و اگر بیعت کرده بدون رضایت خودش بوده. به هر صورت تمام این مسائلی که من عرض کردم اینها با اصل امامت، با جایگاه امامت و دلایلی که متاسفانه شیعه ذکر میکنند برای اثبات این امامت و این مقام الهی به هیچ گونه با اصل امامت سازگاری نداره و همسط نیست. و به این دلیل این مطالب رو من عرض کردم به خاطر اینکه برسیم به دلایلی که برای معرفت امامت و اثبات امامت ائمه اثنا عشر علامه حلی در این کتاب خودش ذکر کرده. این دلایل نه تنها نمیتونه امامت ائمه رو ثابت بکنه، حتی فضیلت ائمه رو هم نمیتونه ثابت بکنه. دلیل بر فضیلت ائمه نیست، چه برسد که دلیل بر امامتشون باشه و از این فراتر امامت منصوصه از جانب الله متعال باشه. ائمه قبلی رو از سیدنا علی گرفته تا جعفر صادق رحمت الله علیهم اجمعین رو ما در جلسات گذشته خدمت بینندگان بازگو کردیم و مطالبی رو که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر فرموده بودند ما برای شما بینندگان عزیز بازگو کردیم. امروز می‌پردازیم به امام هفتم که موسی کاظم هست. ابتدا می‌پردازیم به دلایلی که آقای حلی آورده برای اثبات فضیلت یا اثبات امامتشون، ببینیم که در چه حدی هست. خود ضعف بیان علامه حلی و ضعف دلایلی که آورده این دلیل بر این است که دلیل قوی‌تری وجود نداشته. دلیلی که صراحت بیشتری بر فضیلت یا بر امامت داشته باشه نبوده، وگرنه این در واقع یک نوع ضعف هست که یک نویسنده ای اونم در حد علامه حلی بیاد مسائل مهمتر را، دلایل قویتر و صریحتر را، دلایلی که مقصود را به نحو احسن و به صورت مستقیمتری میرساند آنها را رها بکند و به یک سری مسائل و اشیا و مطالب پوشالی استناد بکند که در واقع هیچ گونه فضیلتی نه به عنوان فضیلت و مکرمه و نه به عنوان امامت رو نمیشه از اون استنباط کرد. درباره موسی کاظم میگوید که وکان ابنه موسی الکاظم، فرزندش موسی کاظم، فرزند امام جعفر صادق موسی کاظم علیه السلام، یدعا بالعبد الصالح، ایشون میگفتند که عبد صالح هست. حتی در بعضی از روایات شیعه وقتی که میاد که قال العبد الصالح، بنده صالح یا عبد صالح گفتن، منظور خود موسی کاظم هست. کان اعبد اهل وقته، ایشون عبادت گزارترین فرد زمان خودشون بودند. یقوم اللیل و یصوم النهار، شبها قیام میکردند، روزها روزه میگرفتند. یک چیز کلیاتی از در این زمینه ما میدونیم که حتی امروزه هم من این مطمئنم که در میان شیعیان و اهل دل و در واقع اهل عرفان شیعه هم امروز این وجود داره. چه بسا در میان علمای شیعه همچنین افرادی رو باشند که خودشون هم بارها به عنوان مناقب اینو ذکر میکنند برای مراجع تقلیدشون که اهل قیام اللیل بودند و اهل صیام النهار بودند. بسیاری از بزرگان ما سلف صالح این عادتشون بوده که روزها رو روزه میگرفتن، شبها رو عبادت میکردن. حتی امروز با گذشت 1400 سال از منبع و آغاز رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم، امروزه مثلا میبینیم در حرمین مکه و مدینه روزهای پنجشنبه و روزهای دوشنبه یک سفره خیلی طویل و عریضی هست، همه مردم روزه میگیرن و این روز رو افطار میکنن. و این چیزو متاسفانه ما در جامعه شیعه در ایران مثلا که شما هم تشریف داشتید، منم بودم، چون این چیز ما سراغ نداشتیم که روزهایی رو در ایام هفته یا در ماه مثلا شیعیان روزه بگیرن غیر از ماه مبارک رمضان و مشهور باشه که در فلان مسجد یا در فلان حسینیه مردم دارند افطار میکنن. اما عموم اهل سنت میبینیم که در حرمین همیشه این برنامه هست. کسانی دوستانی که میتونند ببینند و شبکه قرآن کریم یا سنت نبویه رو میبینند از مسجد الحرام و مسجد النبی که پخش زنده هست، همیشه میبینند که در واقع در ایام 13 و 14 و 15 هر ماه همیشه سفره پهن هست. روزهای دوشنبه و پنجشنبه همیشه این سفره در واقع پهن هست. این یکی از خصوصیات سلف صالح ما بوده. تمام ائمه بزرگوار ما، حتی از اساتید ما، من بسیاری رو سراغ دارم که واقعا قیام اللیلشون به هیچ عنوان در واقع ترک نمی‌شده. این یک فضیلت عمومی هست برای تمام سلف صالح به هر عنوان. اینو آورده در اینجا به عنوان دلیل بر امامت و دلیل بر فضیلت امام موسی کاظم. نماز شب میگم پس همیشه امام شدن دیگه. میگه و یصوم النهار سمی الکاظم لانه کان اذا بلغه ان احد شیء بعث الیه بمال. میگه ایشون گفتند کاظم به خاطر این وقتی که یک مطلبی بهشون میرسید که فلانی نیازی پیدا کرده، ایشون برایشون مال میفرستاد و نقل فضله المخالف والمؤالف، دوست و دشمن، مخالف و در واقع موافق، فضیلت ایشون رو نقل کردند.
ما در این هیچ گونه شک و تردیدی نداریم که ایشون جزء اهل فضل و در واقع انسان بزرگواری بودن. خب تنها مطالبی رو که به عنوان استدلال آورده همین دو مورد هست و بعد از این 2 تا داستان رو ذکر کرده. در رابطه با اثبات امامت موسی کاظم بله 2 تا نقل آورده که نقل تاریخی هست تا چند صحت داره. بله. والله این اعلم. مطلب که یک ادعا هست که فلانی میگفتن عبد صالح، ما شکی نداریم که انسان نیکوکار و صالحی بودن. بهش میگفتن اعبد اهل زمان، ما مطمئنیم که تمام ائمه بزرگوار ما اهل عبادت و در واقع بندگی و تقوا بودن. یقوم اللیل و یصوم النهار، شبها نماز قیام میخوند، نماز تهجد میخوند، روزه میگرفت. و کاظم میگفتن به خاطر اینکه با مردم همکاری میکرد و فضیلتش رو موافق و مخالف در واقع نقل کردن. خب این یک مطلب. بعد از این 2 تا داستان آورده که خود این داستان ها یعنی جالب هست که در شیعه، یعنی اینو در کتاب اصول کافی وقتی که شما نگاه میکنید برای اثبات امامت، دلایلی که میارن برای امامت همه از این قبیل روایات هست. یعنی یک سری داستان هست فلانی رفت فلان جا امام دید، قبل از این حرفی بزنه امام گفت خان تو برای این کار اومدی. از این قبیل روایات خیلی زیاد در کتاب‌های شیعه وجود داره و اینو دلیل بر امامت شمردن. قال ابن الجوزی من الحنابله، یکی از ابن جوزی از حنابله نقل میکند، اون از شقیق بلخی، چون که این تقریبا این داستان طولانی هست، من اینو مختصر میکنم خدمت بینندگان عزیز. میگه این شقیق بلخی رفت، میگه من در سال 149 رفتم به سفری برای حج و قادسیه رفتم، دیدم در اونجا شاب حسن الوجه شدید السمرة، یک جوان خوش چهره و زیبای و گندمگون یا سبزی در واقع نشسته بود و لباسی بر تنش بود. من فکر کردم این یک انسان زاهدی هست، صوفی هست، این میخواد که سربار جامعه بشه و گفتم این حتما میخواد که در واقع این کاروان خرج ایشونو بدن. و علیه ثوب صوف مشتمل بشملة في رجليه نعلان قد جلس منفردا عن الناس فقلت في نفسي هذا الفتى من الصوفية يريد ان يكون كلا على الناس، این میخواد سربار مردم باشه. میگه وقتی که رفتم نزدیک این فرد که اینو در واقع توبیخش بکنم که تو آدم جوانی هستی، چرا خودتو به این روز انداختی که منتظری که مردم به تو کمکی بکنن؟ میگوید وقتی که امام مرا دید موسی کاظم به من گفت که اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی این که امام از درونش خبر داشته، گفت که به افراد دیگر بدگمان نباشه. نشه عجیبه که شما الان این روایت گفتین، این نقل تاریخی رو خوندین از کتاب هلی، در صورتی که بازم عقیدهشون هست که ائمه علم غیب داشتن و این گونه هست که از دل اون خبر داشته که خدا میگه علیمون به ذات صور، فقط خدا هست، علم غیب خدا داره. همین ائمه همشون یا خودکشی کردن، البته به تعبیر شیعه میگم، اونطور که شیعه گمان داره، مثل حسین میدونست رفت خودکشی کرد، مثل علی میدونست میکشنش رفت مسجد کشتنش، یا هر کدوم از اینها به تعبیر شیعه میدونستن و به دست خودشونو کشتن. این نقطه جالب است که شما به اون اشاره کردین. اینا از یک طرف معتقدند که ائمهشون علم غیب میدونند و یعنی هر ماکان و مایکون همه را در واقع اطلاعند، آگاهند. از یک طرفی ناخودآگاه و ناخواسته اعتراف کردن به عدم فضیلت ائمهشون، زیرا که علم غیب داشتن ائمه در بسیاری از موارد، قطع نظر از این که دلیلی نیست، ما معتقد به چنین حرفی نیستیم، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتا در قرآن کریم خداوند متعال اینو دستور داده به رسول الله که اعلام بکنه که من علم غیب در واقع نمیدونم. بالفرض این که ائمه شما علم غیب را داشته باشند، این دلیل بر این است که بسیاری از فضایل ائمه خودتون را زدید نابود کردید. به طور مثال اینا با اثبات علم غیب برای اونها، بله، اگر ما معتقد باشیم که ائمه شیعه علم غیب داشتن، به این معنی هست که بسیاری از فضائلی رو که حتی اهل سنت برای سیدنا علی یا برای بقیه ائمه اثبات کردن، اینو شما زیر سوال بردید. به طور مثال این که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در بستر رسول الله صلی الله علیه و سلم خوابیدند، این یک فضیلتی هست برای سیدنا علی. ما معتقد هستیم که ایشون در واقع جان خودشون رو در کف گذاشتند و میخواستن فدا بکنند برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. این عقیده اهل سنت هست و دیدگاهش هست، زیرا که خبر نداشت در آینده که چه اتفاقی میافتد و امکان داشت کشته بشه. احتمال زیاد جای کشتن بود، زیرا که قریش وقتی که اومدن دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، از خشم احتمال بود وقتی که رسول الله از دست رفته پسر عموشو در واقع به جاش بکشن.
درست. این امکان خیلی شدیدی بود، اما برای شیعه از اعتقاد شیعه هیچ گونه فضیلتی برای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نیست، زیرا که ایشون علم غیب داشتند، میدونست که میدونستن کشته نمیشه، دقیقاً میدونستن حتی بینیش هم خون نمیاد، نه کسی بهش سیلی میزنه و نه کسی اونو میکشه، پس بنابراین فضیلتی نیست. چیزی که بدونه، بله میدونسته که من کشته نمیشم، به جای رسول الله صلی الله علیه و آله خوابیده به خاطر اینکه مردم رو فریب بده، یعنی جان خودش رو فدای رسول الله صلی الله علیه و آله نکرده. درست. و بسیاری از این قبیل موارد وقتی ما معتقد به علم غیب ائمه باشیم، بسیاری از فضایل ائمه در واقع از زیر سوال خواهد رفت. به هر صورت ادامه داستان میگه که اینو من وقتی که این حرف زد گفتم به این یکی از اولیاء الله هست و از درون من خبر داشته، پس بهتر است که برم از ایشون عذرخواهی بکنم. میگه من رفتم که عذرخواهی بکنم، تا اینکه هنوز حرفی رو نزده، سر نماز بود، گفتم میرم عذرخواهی بکنم، هنوز من حرفی رو نزده بودم. بعد از سلام ایشون گفتن که و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. این آیه رو خوندن، یعنی اینکه من تو رو بخشیدم، اشاره بر این که خداوند متعال غفار و بخشنده هست. خداوند متعال غفار است، ایشون خدا علیاذ بالله. این داستان اینجوری ساختن. من گفتم که این پس از ابدال هست، یکی از ابدال هست و که 2 مرتبه از درون من خبر داده. و میگه وقتی که رفتیم به منطقه زباله رسیدیم، دیدم که ایشون رفتن سر یک چاهی میخوان آب بکشن و بیدهی رکوتون و اون دلوی بود و با ریسون میخواستن آب بکشن. دیدم که این دلو توی چاه افتاد، دلو امام توی چاه افتاد. فرفع طرفه الى السماء، چشمش به طرف آسمان بلند کرد و این شعر رو خوند که انت ربی اذا ظمئت الى الماء و قوتی اذا اردت الطعام. ای خدایا، رب من شما هستی وقتی من بخوام آب بکشم، رب من پروردگارش من شما هستی وقتی که من تشنه میشم، و نیرو و توان من هم تو هستی زمانی که من غذایی رو در واقع نیاز داشته باشم. یا سیدی مالی سواها، خدای من همین دلو داشتم، بیشتر از این که چیزی رو نداشتم، اینو از دست من گرفتی و افتاد به چاه، من از کجا آب بکشم؟ شقیق میاد فوالله لقد رأیت البئر قد ارتفع ماؤها، میگه دیدم که آب چاه خودش بالا اومد، آب چاه بالا اومد و دلو امام هم بالا بود و امام دل رو گرفت، از دهانه چاه پر از آبش کرد و رفت که وضو بگیرد و 4 رکعت نماز خوند و صلی 4 رکعات ثم مال الی کثیب رمل، یک تپه خاکی و شینی که اونجا بود رفت بالا اون نشست، فجعل یقبض بیده و یتره فی الرکبه. اینش دیگه واقعا جزء کرامات دیگه، از کرامات کیتی معجزه هست. میگه امام همین شنها رو بر می داشت با دست خودش و توی دلو آب میریخت، شنها رو بر می داشت از روی تپه شن و میریخت روی داخل دلو و اینا رو میخورد، دوباره خاکا رو بر می داشت روی داخل دلو و اینها رو میخورد. فقلت اطعمنی من فضل ما رزقک الله، گفتم که امام از اون چیزی که خدا بهت رزق داده به منم بده، اون باقی مانده چیزی هست بده منم بخورم. میگه که اونو داد، من خوردم، دیدم که بله یک حلوایی هست. لم اطعمني من فضل ما رزقك الله وانعم الله عليه. فقال يا شقيق لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة فاحسن ظنك بربك، تو هم به پروردگار خودت خوشگمان باش. ثم ناولني الركوة، اون ظرف رو اون دلو رو به من داد. فشربت منها فاذا سويق و سكر، دیدم که آرد و شکر هست که در این دلو هست، همون یعنی خاک و شن تبدیل به یک حلوایی شده بود برای ایشون که من در طول زندگیم از این بهتر رو در واقع نخورده بودم. الی آخر میگه که بعد این وقتی که من اینو خوردم دیگه فشبعت و رویت و اقمت ایاما لا اشتهی طعاما ولا شرابا، تا چند روز من نیازی به آب و غذا پیدا نکردم از برکت همون غذایی که همون شینی که در واقع از دست امام خورده بودم. چه برکتی داشت. میگه بعد از این رفتیم در مکه که رسیدیم که یک شبی دیدم که ایشون ایستاده در یک جای نماز میخونه، نصف شب هست، یصلی بخشوع، خیلی با خشوع و خضوع و حضور قلب و گریه داره نماز میخونه تا اینکه شب گذشت. میگه وقتی که فجر شد فرداش من دیدم در مصلایش نشسته بود و تسبیح میگفت و ذکر و اوراد میخوند. ثم قام الى صلاه الفجر، بلند شد و نماز فجر خوند و طاف بالبیت اسبوعا، 7 مرتبه دور زد دور بر خانه کعبه و خرج. فتبعته، من هم رفتم دنبالش. فاذا له حاشیه و اموال و غلمان،
تازه متوجه شدن که ایشون دیگه یک اطرافیانی داره برای خودش و ندمایی داره، اموال و غلمانی رو داره و هو علی خلاف ما رأیت فی الطریق، برعکس اون چیزی که من در راه دیده بودم. در راه ایشون تنها بود، نه خادمی همراهش بود و نه کسی بود و نه اعوانی و نه در واقع مرافقینی، اما در اینجا دیدم که همه خدم و حشم و غلام در واقع همراه خودشون هست. جالب است که اینا در سفر که محل خطره و در سفر بوده، هیچ کسی خدمتگزارش نبوده، اما در مکه که رسیده همه دوربارش رو گرفتند که میخواستند خدمت بکنم. به هر صورت میگه و دار به الناس یسلمون علیه و یتبرکون فقلت لبعض من هذا، تازه از اونجا رفتم پرسیدم این فرد کی است؟ فقالوا موسی بن جعفر، گفتم این موسی بن جعفر است. منم تازه متوجه شدم که این همه عجایبی که من دیدم فقط شایسته چنین فردی هست از خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم. این یک داستان هست. داستان دیگر از بشر حافی روایت کرده که بشر حافی توسط موسی بن جعفر در واقع توبه کرده. یک روزی موسی بن جعفر رفتن در دم خونه بشر حافی و محفل شراب و میگساری بود و کنیزه که از کنیزان بشر حافی اومد بیرون و امام موسی کاظم ازش سوال کرد که صاحب این خانه آزاده هست، حر هست یا اینکه برده هست؟ گفت که نه، آزاده هست و حره. گفت راست میگی، اگر واقعا برده بود، اگر بنده بود از صاحبش میترسید، اگر واقعا بنده‌ای بود از صاحبش میترسید. اینم رفت و تعریف کرد برای بشر حافی. از همین کلمه بشر حافی هم توبه کرد و به این مقام معروفی که داره در واقع رسید. این مجموعی از داستانی هست که شاید هم داستان نمیدونم زیبایی بود، جالبی بود. در صورت این دلایلی هست که به عنوان دلایل امامت موسی کاظم علامه هلی در کتاب خودش در اینجا ذکر کرده. الان بعد از این ان شاء الله می‌بینیم که این دلایل تا چه اندازه واقعیت دارند و چه اندازه میتونن دلیل فضل یا دلیل امامت امام موسی کاظم باشه. اما جای تعجب است که چرا ایشون به آقای شقیق بلخی چه بدبختی سرش اومده یا چه گناهی کرده بوده که قرار بوده حلوا با طعم خاک بخوره. حالا و عجیب بوده که تا حالا این گونه حلوایی نخورده بوده. جناب استاد، من در این رابطه اگر اقوال از ابن تیمیه هست، همچنین که ابن تیمیه معروف به یک از سران نواصب به تعبیر شیعه، که آیا نظر ابن تیمیه در مورد موسی کاظم چیست که ایشون رو آدم نیکوکاری میدونه و همچنین در رابطه با اینهای دلایلی که دو داستانی که خواستن چیزی که نداشت، دو داستانی که علامه هلی آورده نظر ابن تیمیه رحمه الله در این مورد چیست؟ این کتابی که خدمت بینندگان عزیز من دارم، این کتاب منهاج السنه نبوی هست که بارها اینو نمایش دادیم. جلد 2 صفحه 558 هست و در چاپ‌های 8 جلدی جلد 4 صفحه 56 هست. مطالبی رو که اهل سنت و الجماعت عامه از این که برای ائمه خودشون قبول داشته باشند یا برای ائمه شیعه، یعنی برخورد ما با افراد و دیدگاه ما نسبت به افراد یک دیدگاه واقع بینانه هست. اون دلایلی که وجود داره برای فضلشون، برای کرامتشون، برای بزرگواریشون به سر و چشم ما قبول میکنیم. درست. و چیزهایی که جعلی هست، ساختگی هست، جز خرافات هست، افسانه هست، برای هر کسی که باشه اونها از دیدگاه ما قابل قبول در واقع نیست. در جلسه قبل من مطالبی رو عرض کردم که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه گفته بود که ما بسیاری از این مطالبی که در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه روایت شده ما میدونیم که اینها جعلی هست، ساختگی هست، دروغه. همون گونه که برخی از مواردی که درباره ابوبکر و عمر و عثمان هم نقل شده اونها جعلی هست. اینو ما قبول داریم. جعلیات رو، افسانه و خرافات رو نه برای ابوبکر و عمر و عثمان ما قبول میکنیم و نه برای سیدنا علی یا هر کسی دیگر از ائمه بزرگوار ما. در مورد امام ابو حنیفه، در مورد بقیه ائمه مطالبی ذکر شده، اما در میزان نقد علمی و در وقتی که تحقیق میکنیم دیدیم که نمیتونه واقعیت داشته باشه، ما اونها رد میکنیم. این دلیل بی حرمتی و بی احترامی به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا به افراد دیگر در واقع نیست. برای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله هم همین گونه هست. فضائلی رو که داشتن ثابت هست، آمنا و سلمنا، قبول داریم اونها رو. اما این که ما یک کسی رو دوست داریم به خاطر و به دلیل محبت بیایم برایش فضیلت سازی بکنیم و هرچی به ذهنمون میاد دربارش بگیم ولو اینکه واقعیت نداشته باشه، این در واقع برای معیار علمی و اصولی نیست و از دیدگاه اهل سنت قابل قبول نیست. اما جایگاه
در واقع موسی بن جعفر یک جایگاهی است که خب از اولاد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن و از دیدگاه اهل سنت و الجماعت انسان ثقه‌ای بودن، صدوقی بودن، اون گونه که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در اینجا بیان میکنند. ایشون میفرمایند که و اما من بعد جعفر فموسی بن جعفر، امام بعدی موسی بن جعفر هست بعد از امام جعفر. قال فیه ابو حاتم الرازی، ابو حاتم رازی دربارش فرمودند که ثقه، ایشون ثقه هست، صدوق امام من ائمه المسلمین، ثقه هستند، مورد اعتماد هستند، صدوق و راستگو هستند، امامی از ائمه مسلمین هستند. نمیگه امامی از ائمه شیعه، زیرا که به این تعبیری که شیعه ایشون امام میدونن ما به اون تعبیر امام نمیدونیم، اما بنابر تعبیری که ما امام ابو حنیفه رو، امام مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، امام بخاری و بقیه ائمه رو امام میدونیم، از نظر تقوایشون، از نظر علمشون و از نظر زهدی رو که داشتن، ایشون ما معتقد هستیم که این موسی بن جعفر هم امام من ائمه المسلمین. بعد از این علامه ابن تیمیه در مورد زندگیشون مطالبی رو بیان میکنه و نهایتا میفرماید فتوفی سنه 83 و 100، سال 183 ایشون در واقع وفات کردند. و لیس له کثیر الروایه، ایشون روایات زیادی رو ندارند، مانند برعکس امام جعفر قبل از آن باقر و امام زین العابدین. ایشون روایات زیادی رو ندارند، کثیر الروایه نیستند. روا عن ابیه جعفر، استادش که پدرش بوده از امام جعفر روایت میکند. و روا عنه اخوه علی، برادرش از ایشون روایت میکنند. و روا له الترمذی و ابن ماجه، و از کتاب‌های اهل سنت هم می‌بینیم که ترمذی و ابن ماجه و در سنن خودشون از روایات موسی بن جعفر هم در کتاب خودشون در واقع نقل کردن. درست. اونطور که واقعا ابن تیمیه دو سه تا صفت نیک و زیبا اینجا گفتن که ابو حاتم رازی گفته که ثقة صدوق امام من ائمه المسلمین، فکر کنم همین سه صفت کافیه و برتر از اون داستان‌های خیالی یا بگیم افسانه‌هایی که آقای هلی ذکر کرد. ایشون در ادامه می‌فرمایند که و اما من بعد موسی فلم یؤخذ عنهم من العلم ما یذکر به اخبارهم. بعد امام جعفر و امام موسی رو ذکر کرد که ایشون در سنن ترمذی و ابن ماجه روایتی داره، منتها کثیر روایی نیستن. قبل از ایشون آبایشون مانند امام از زین العابدین و سه امام که بودند، زین العابدین و امام باقر و جعفر، روایات زیادی در کتاب اهل سنت دارن. میگه اما من بعد موسی، ائمه‌ای که بعد از امام موسی کاظم هستند، فلم یؤخذ عنهم من العلم ما یذکر به اخبارهم فی کتب المشهورین بالعلم، علم چندانی که در کتاب‌های اهل علم از اونها نقل شده باشه و تاریخشون نگاشته شده باشه از اونها نقل نشده. فإن اولئک الثلاثه توجد احادیثهم فی الصحاح و السنن و المسانید. اون ستایی که نام بردم، یعنی امام زین العابدین، باقر و جعفر، روایاتشون در کتاب اهل سنت فراوان هست، در صحاح وجود داره، در سنن و در مسانید وجود داره و فتاوایشون در کتاب‌هایی که در مورد فتاوای سلف نوشته شده این فتاوایشون وجود داره، مانند کتاب‌های ابن مبارک، سعید ابن منصور، عبدالرزاق این مصنف عبدالرزاق و ابی بکر ابن ابی شیبه مصنف ابن ابی شیبه و غیر هؤلاء و ائمه دیگر. و اما من بعدهم فلیس لهم روایه فی الکتب الامهات من کتب الحدیث. اما ائمه بعدی بعد از موسی کاظم در کتاب‌های اهل حدیث و محدثین روایاتی رو در واقع ندارند و همچنین فتاوای از اونها هم نقل نشده. ولا فتاوا فی الکتب المعروفه التي نقل فيها فتاوا السلف. کتاب‌هایی در مورد فتاوای سلف نقل شده، در این زمینه هم از این بزرگواران فتاوای در واقع نقل نشده. ولا لهم فی التفسیر و غیره اقوال معروفه، در مورد تفسیر هم ایشون اقوال معروفی رو ندارند. اینو شیعه هم اعتراف میکنند که در طول تاریخ هیچ کدام از ائمه شیعه برای قرآن تفسیر ننوشتند. و عجیب هم اینه که میگن که جز امام هیچ کس حق نداره قرآن رو تفسیر کنه. اگر قرار نیست که هیچ کس جز امام قرآن رو تفسیر کنه، 11 امام دیگه که نیستن رفتن و کتاباشون که به دست شیعه فعلا رسیده، فکر نکنم بتونن حتی یک روایتش رو با سند صحیحی که خود شیعه تعریفش کرده ثابت کنن. و همچنین اون 12می که مخفی شده و قرآن رو با خودش برده، نه قرآن اصلی پیش شیعه هست، نه خودشو به شیعه نشون میده، نه حتی همین قرآن تحریف شده از دیدگاه شیعه رو تفسیر میکنه که شیعه بتونه حداقل از اون منجلا و از این مهلکی که درش افتاده
نجات پیدا کنه. تنها تفسیری که نقل میکنند و منتسب هست به امام عسکری درست. که خودشون هم در واقع در انتساب این تفسیر به امام عسکری جای بحث فراوان وجود داره و اگر هم اثبات بشه که مال ایشون هست، در این کتاب روایت هایی و مطالبی برخلاف عقیده شیعه هم میتونیم که در واقع فراوان یافت میشه و واقعیت این است که این درست. کتاب تفسیری که منتسب به امام عسکری هست، اینم در واقع انتسابش انتساب درستی در واقع نیست. یا کتاب قمی که از معتبرترین تفاسیر و قدیمی ترین تفاسیر شیعه است که در زمان غیبت فکر کنم باید نوشته شده باشه، چون که استاد کلینی قمی خودش و خود کلینی در زمان وکلای اربعه بود، به حساب نوایب اربعه بود. خب اونم کسی هست که صراحتاً به تحریف قرآن اذعان داره و حقیقت کلا گفته منها محرف منها الی آخر هر چی گفته دیگه. حتی با اون که 100 بارم چاپ بشه هنوز نمیتونیم قسمتو بردارن، اگر بردارن کتابی براش نمیمونه و کل کتاب باید سوزانده بشه. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه واقع بین هست در ردی که بر مخالفین داره. هیچگاه به خاطر این که با یک فردی مخالف هست از نظر عقیده حق رو زیر پا نمیگذاره. واقعیت هایی که موجود بوده و هست در زندگی ائمه اهل بیت بودن، انسان های بزرگواری بودن مانند امام زین العابدین، باقر، جعفر و بقیه بزرگواران، اونها رو در واقع قبول می کند و در ادامه میفرمایند که خب در این زمینه ائمه بعدی اقوالی در مورد حدیث یا در مورد تفسیر چی و فتوایی رو در این زمین از اونها نقل نشده، ولکن اینش جمله مهم است، میگه ولکن لهم من الفضائل والمحاسن ما هم له اهل رضی الله عنهم اجمعین. یعنی از موسی کاظم به بعد با اون که میگه که ولکن لهم من الفضائل، گرچه از اونها علم چندانی نقل نشده، روایت نقل نشده، فتوایی نقل نشده، تفسیری نقل نشده در کتب که در این زمینه نوشتند، اما اونها فضائل و محاسن زیادی رو داشتند. ولکن لهم من الفضائل والمحاسن ما هم له اهل، که شایستگی این فضائل و بزرگی و افتخارات رو در واقع داشتند. رضی الله عنهم اجمعین، خداوند متعال از همه این بزرگواران در واقع راضی باد. و موسی بن جعفر مشهور بالعبادت و النسک، در این ما تردیدی ندانیم که موسی بن جعفر به عبادت و پرهیزگاری در واقع شهرت داشتند و این یکی از سیما و یکی از ویژگی های سلف صالح و کسانی هست که به این مقام امامت در میان مسلمانان رسیدند. اما امامت به تعبیر اهل سنت و الجماعت، نه به تعبیری که شیعه میکنند. در مورد حکایتی که این داستانی که طولانی بود و دلیل بر فضیلت آورده بود، ایشون میفرمایند که حکایتی که از شقیق بلخی ذکر شده فکذبون، این روایت این داستان دروغین هست، این اتفاقی نیفتاده. فان هذه الحکایه تخالف المعروف من حال موسی بن جعفر، میگه این داستان مخالف با وضعیت زندگی موسی بن جعفر هست. و موسی کان مقیما بالمدینه بعد موت ابیه، موسی در مدینه زندگی میکرد بعد از موت پدرشون جعفر مات سنة 48 در سال 148 فوت کردند. ولم یکن قد جاء ذاک الى العراق، تا اون زمان ایشون به عراق نیومده بودن، چون که در داستان گفته بود من رفتم در قادسیه در سفر وقتی که میرفتن، حتی یکون بالقادسیه ولم یکن ایضا ممن یترک منفردا علی هذه الحال. موسی بن جعفر هم شخصیتی نبوده که ایشون در مسیر راه این گونه مثلا بیار و همراه باشه، تنها یک نفر باشه، بدون خادم باشه، بدون همراه باشه. و علتش هم این است که به خاطر این که منفردن علی هذه الحال لشهرتی، زیرا که بسیار مشهور بودن. امروز یک نفر عالم، امروز فرض بکنیم یک از مراجع تقلید شیعه، یکی از مراجع تقلید میرین، اصلا آیات اعظامشون که حتی به درجه اجتهاد و تقلید نرسیدن، مثل آقای علم رجال حوزه علمی قم. تصور کنید میخوام برای یک شهری، هر یکی که باشه، هر یکی که انسانی که از نظر اجتماعی یک جایگاهی رو داره، علمی رو داره، فضلی رو داره، حتما چند نفری در واقع همراهش هستند و به تعبیر امروزی کفشاشون رو راست میکنن. و میگه که امام موسی بن جعفر کسی نبودند که تنها باشند. به خاطر چی؟ به خاطر شهرت و کثرت در واقع افرادی رو که همراه ایشون بود داشتن و جایگاهی رو داشتن و اجلال الناس له و این احترامی رو که نزد مردم داشته. اضافه بر این و هو معروف و متهم، ایشون از یک طرف معروف بودن، از یک طرفی متهم بودن به ادعای امامت و در واقع ملک و ادعای خلافت.
پس بنابراین هم از نظر حکومتیشون در امان نبودند، باید کسانی همراهش می بودند، و هم به خاطر شهرتی که داشتن نیاز به این بود همراه افرادی به این در واقع همراهشون باشه. ولذلك اخذه المهدی ثم الرشید الى بغداد. مهدی و رشیدشون در واقع از مدینه بردن به بغداد، در واقع به خاطر اینکه از این در واقع میترسیدند ازش. این داستان در واقع ولو این که صحیح باشه نهایتش اثبات یک نوع کرامتی هست. نهایتش این هست که اثبات یک نوع کرامتی، بالفرض گفته باشه که از دل یک کسی خبر داشته باشه، تخمینی زده باشه، یا به فراست و نور ایمان مثلا یک چیزی رو در چهره فردی خونده باشه و خبر شده باشه، بالفرض این که باشه، این یک نوع کرامت هست و کرامات از اولیاء الله این حقه. ما اینو قبول داریم که بسیاری از کسانی که حتی به درجه امامت نرسیدن، نه پیامبرند و نه امام هستند و نه نبی هستند، این کرامت ها رو در واقع دارند. بسیاری از آیات ازام و غیر ازام ادعای این کرامت ها رو در واقع دارند و این امکان پذیر است. برای انسان صالح و نیکوکار امکان داره که چنین کرامت های اتفاق بیفته و این کرامت دلیل بر امامت نخواهد بود. شاید از دیدگاه علامه حلی اینم این داستانی که ذکر کرده و خیال بافی کرده اینم به روایت گفته شاید آیه قرآنه. به هر صورت من بحثم اینه که برای اثبات فضل و جایگاه این روش عامیانه هست. شما با چند نفر عامی بنشینید حرف بزنید از یک نفری فلانی مثلا عالمی فلانی بوده و میخواید بزرگش بکنید در میان مردم، میگه ها این فلان کرامت رو داشته. ما میبینیم در جامعه امروزی ما، در جهان امروزی این ادعا خیلی زیاد میشود و این فرهنگ و این نحوه بیان یک بیان عامیانه هست برای کسی که اهل علم هست، اهل معرفت هست، با قرآن، با احادیث، با دلایل سر و کار دارد و آشنایی دارد. این در واقع قابل پذیرش نیست که برای اثبات فضیلت یک امامی اینجوری کلیگویی کرده باشه فلانی انسان خیلی عابدی بوده و یک داستان ذکر بکنه برای اینکه اثبات بکنه که ایشون در واقع اهل کرامت بودن. بالفرض این که صحیح باشه، هیچ کدوم از اینها دلیل بر امامت ایشون، اونم به اون تعبیری که شیعه میخواند و اون تعریفی که شیعه میکنند، به هیچ عنوان دلیل بر امامت نمیشود. داستانی دیگری هم که آورده میگه که بشر حافی به دست ایشون توبه کرده باشه، میگه اینم از دروغ هست. من اکاذیب من لا یعرف حاله، اینم از اکاذیب کسانی هست، از دروغ بافی کسانی هست که از وضعیت زندگی موسی بن جعفر خبر نداشتند. ولا حال بشر، نه از حال ایشون خبر داشتند و نه از حال بشر حافی. فإن موسی بن جعفر لما قدم به الرشید الى العراق حبسه، زمانی که رشید ایشون آورد در عراق، ایشون را بار زندانش کرد، آزاد نبود که بگرده هر جایی که میخواد برود. فلم یکم ممن یجتاز علی دال بشر و امثاله من العامه، ایشون کسی نبود که برند سراغ خونه بشر حافی یا هر کسی دیگر. من عرض میکنم بالفرض این که درست باشه، بالفرض این که بشر حافی توسط ایشون هدایت شده باشه، توبه کرده باشه، این چه دلیل بر امامتی هست؟ بسیاری از افراد و دعاتی که حتی مثلا اهل علم هم نیستن، همین امروزه حتی کسانی که اهل علم هم نیستن، و بهترین دلیلش جماعت تبلیغ خودمون. جماعت تبلیغ یکی از جماعت هایی هست که در خصوصا در این مورد برای این که مثلا افراد نابابی رو، افرادی رو که فاسد بودن و التزام شرعی نداشتند، خیلی یعنی در این زمینه موثر بودند. خیلی افراد اومدن توبه کردند به خاطر برخورد این افراد، به خاطر دعوت از یک فردی که هیچ گونه معلومات دینی ندارند و اهل علم و اهل در واقع دعوت هم نبودند به این معنی که امام باشند. پس والا این که صحیح باشه، این دلیل بر امامت نخواهد بود. و همون گونه که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرماند، این بزرگان فضائلی رو داشتند، فضائل این بزرگواران سر جای خودشون، ما معترفیم، در کتاب ما اومده فضائلشون، اما این فضائل دلیل بر امامت و اونم امامت منصوص از جانب الله متعال نیست. ممنون، سپاس جناب استاد، واقعا زیبا بود. کاش که اون زمانهای دور دراز علامه حلی هم نرم افزارهای چون مکتب اهل بیت و مکتب شامله و همچنین اینترنت پرسرعت می بود تا یک سرچی می زدن و از قضیه و این داستان سر در می آوردن که آیا این راسته و دروغه یا سند صحیح دارد و یا نه. با شما بینندگان عزیز یک میان برنامه می بینیم و در خدمت جناب استاد خواهیم بود با بقیه و ادامه برنامه.
تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. شما بینندگان عزیز می توانید دلگفته هایتان، پیشنهادات و انتقادات، پرسش های شرعی و اخبار اهل سنت را به راحتی و در تمامی ساعات شبانه روز با ما در میان بگذارید. شماره های تماس با ما 2044 33 20 10 12 62 2044 14 20 28 10 79. با سلام و با تشکر از تماس شما بیننده گرامی با سامانه پیامگیر شبکه جهانی وصال حق. لطفاً برای طرح انتقادات و پیشنهادها کلید شماره 1، طرح پرسش‌های شرعی کلید شماره 2، برای بیان دلگفته هایتان کلید شماره 3، جهت ارسال اخبار اهل سنت کلید شماره 4 و برای ارائه مطالب دیگر کلید شماره 5 را انتخاب نمایید. به بخش انتقادات و پیشنهادهای شبکه جهانی وصال حق خوش آمدید. شما می توانید پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را با ذکر نامتان و نام کشور مربوطه مطرح نمایید. لازم به ذکر است که پیام‌های توهین آمیز به هر اعتقاد و یا شخصی حذف خواهد شد. به بخش پرسش‌های شرعی شبکه جهانی وصال حق خوش آمدید. شما می توانید پس از شنیدن صدای بوق پرسش شرعی خود را به صورت مختصر و با ذکر نامتان و نام کشور مربوطه مطرح نمایید. به بخش دلگفته‌های موحدین در شبکه جهانی وصال حق خوش آمدید. شما می توانید پس از شنیدن صدای بوق پیام‌ها و دلگفته‌های خود را با ذکر نامتان و نام کشور مربوطه مطرح نمایید. به واحد خبر شبکه جهانی وصال حق خوش آمدید. شما می توانید پس از شنیدن صدای بوق خبرهای مربوط به اهل سنت را با ذکر نامتان و نام استان و کشور مربوطه برای نشر در شبکه بیان کنید. بیننده گرامی، شما می توانید پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را با ذکر نامتان و نام کشور مربوطه مطرح نمایید. لازم به ذکر است که پیام‌های توهین آمیز به هر اعتقاد و یا شخصی حذف خواهد شد. برای بازگشت به مرحله قبل کلید شماره 0 را انتخاب نمایید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. منتظر صدای گرمتان هستیم. با سلام مجدد خدمت همه بینندگان عزیز و گرامیان. در این قسمت از برنامه دوستانی که صدای گرم بینندگان رو هم داشته باشیم. از دوستان عزیز استعداد دارم که شماره تماس رو زیرنویس کنن تا بینندگانی که دوست دارن در این قسمت و در رابطه با موضوع برنامه مشارکت داشته باشن و سوالاتی رو مطرح کنن، ما صدای گرمشون داشته باشیم و با اونها باشیم. از بینندگانی هم که تماس میگیرن استدعا دارم که صدای ما رو از تلفنی که تماس میگیرن داشته باشن و صدای گیرنده رو تا آخر کم کنن، زیرا که صدا از گیرنده با تأخیر دریافت میشه. تا وقتی که تماس بینندگان نصب میشه و صدای گرم بینندگان داشته باشیم، جناب استاد لازم میدونم که نکاتی رو در این باره در رابطه با بحث منهاج السنه که از کتاب ابن تیمیه داشتیم بیان میفرمودین. نکاتی رو اگر در این مورد هست بفرمایید که باز هم با بینندگان عزیز باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که من قبلا بهشون اشاره کردم بازم تاکید میکنم بر این که این نقد علمی که یک ادعا رو ما میخوایم نقد علمی بکنیم و بررسی بکنیم با اصول علمی، اصولی که برگرفته از قرآن هست و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، این هیچ گونه تضادی با مناقب و فضائل و جایگاه یک فرد در واقع نداره. ما اصل جایگاه را و اصل فضیلت این افراد را قبول داریم و بارها اینو ما اعلام کردیم که محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم جزو ایمان ما هست. تمام اهل بیت رو
ما برخلاف شیعه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام کسانی رو میدونیم که ایشان یک در واقع خویشاوندان درجه یکیشان هستند و از نسل رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. قطع نظیر از این که از فرزندان حسین باشند یا فرزندان حسن باشند، به هر صورت تمام اهل بیت رسول الله و ذریه رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما محترم هستند و محبت اونها جزو ایمان ما هست. در واقع منتها مطالبی که بیان میشه اینها رو باید بررسی کرد از نظر سندی، از نظر محتوایی. مطالبی که ادعا می شود این ادعاها باید بررسی بشوند. آنچه که موافق با حقیقت و واقعیت هست و با دلیل و برهان ثابت می شود اون قابل پذیرش هست و ما مکلف هستیم از نظر اصول علمی که این مطالب رو باید قبول بکنیم. و مطالبی هم که سازگاری ندارند با قرآن، با احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یا سند صحیحی رو ندارند یا محتوایش محتوایی هست به جای این که یک نوع منقبت باشه، یک نوع مسلبه هست و یک نوع ضد ارزش هست، اینها رو ما باید در واقع از هم دیگر تفکیک کنیم. درست. اگر اجازه بدهید تا وقتی که بینندگان عزیز فرصت به بینندگان برسه که فرصتی رو به بنده بدید که مطلبی رو که مطلب کلی هست، گرچه این در مورد اینکه امام رضا این مطلب رو گفته و منتها برای تمام ائمه این صدق میکنن. مطلبی هست اگر دوستان هم اینو نمایش بدن از کتاب علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه منهاج السنه، مطلبی رو در اینجا داره که میفرماید که یکی از مصائبی که جهان اسلام و مسلمانان به اون گرفتار هستند و ببخشید یعنی اولاد حسین و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن مبتلا شدن، انتساب رافضه هست. میفرماید که من المصائب التي ابتلي بها ولد الحسین انتساب الرافضه الیهم. یکی از اشکالاتی و مصائبی که بر فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیتشون در واقع وارد شده این است که رافضه خودشون نسبت میدن به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، وگرنه این انتساب یک انتساب دروغینی هست و به هیچ عنوان نمیتونن این انتساب خودشون رو نه در عقیده و نه در عمل و در مسائل شرعی و فقهی این انتساب واقعی نیست و متبعان واقعی اهل بیت نیستن. به هر صورت ایشون میفرمایند که یکی از این مصائب این است که رافضه خودشون رو نسبت میدن به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و و تعظیم و مدحی که از اونها میکنن لهم فانهم یمدحونهم بما لیس بمدح. این نکته جالبه که شیعه یا روافض مدح میکنند، میستایند اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و را به مواردی که مدحی شمرده نمیشه. یک مواردی رو جز فضایلشون میشمارند، جز مدح و تعریفشون حساب میکنند که در واقع این اصلا مدحی شمرده نمیشود. و یدعون لهم دعا و لا حجت لها. ادعاهای پوچ و باطلی هست و هیچ گونه دلیلی در این زمینه ندارند. و یذکرون من الکلام ما لو لم یعرف فضلهم من غیر کلام الرافضه لکان ما تذکره الرافضه بالقدح اشبه منه بالمدح. این نکته را اگر شما توجه بکنید در ضمن دلایلی که آقای علامه حلی آورده واقعا صدق میکنند. میفرمایند که یک مواردی رو درباره اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر میکنند که اگر فضیلت اهل بیت رسول الله از طریق دیگری ثابت نشود، اگر فضیلت اهل بیت رسول الله از طریق دیگری برای ما اثبات نشده بود، این مطالبی که روافض و شیعه ها ذکر میکنن در مورد اهل بیت این به قدح بیشتر میمونه تا اینکه مدحی باشه. این به جای اینکه یک تعریفی باشه بدگویی از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. به طور مثال مثلا در تفسیر قمی مثلا میاره که مراد از بعوزه پشه یا مگس در قرآن وقتی که ذکر شده حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست. خب این میخواید چه تعبیری بکنیم؟ یا در مورد دابه یعنی حیوان که 4 تا پا داره روی زمین میره، اینو مثلا میگن که منظور خداوند متعال سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هست. خب هر انسان عاقلی وقتی که این حرف رو میشنود، اگر واقعا فضائل سیدنا علی از زبان اهل سنت ثابت نمی بود، خب اینا رو چی میگفتیم؟ گروهی ادعای محبت و پیروی علی رو میکنن اما اومدن ایشون رو در یک جای بعوزه میشمارند، ذباب حساب کردن و میگن منظور خدا علی بوده، در یک جای میگن دابت الارض این بوده و موارد دیگر از این قبیل که فراوان در مورد ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یا در مورد مادران برخی از این ائمه بزرگوار در مورد مطالبی که هست که یعنی خیلی واقعا جای بیانم نیست. نمیشد همه چیز رو در واقع
بیان کرد. واقعا این جمله ابن تیمیه رحمت الله علیه نشأت گرفته از شناختی هست که ایشون از روافض دارند. میفرمایند که و یذکرون من الکلام ما لو لم یعرف فضلهم من غیر کلام الرافضه، مطالبی رو درباره ائمه اهل بیت و اولاد حسین ذکر میکنند که اگر فضیلت این بزرگواران ائمه اهل بیت از کلام غیر رافضه ثابت نبود، لکان ما تذکره الرافضه بالقدح اشبه منه بالمدح. این گفتار رافضه، تعریف های رافضه شبیه به قدح هست تا اینکه شبیه به مدح باشه. نه تنها یک فضیلت و منقبه نیست بلکه یک مسلبه هست. فإن علی ابن موسی، که در مورد علی ابن موسی میگه له من المحاسن والمكارم المعروفه والممادح المناسبه لحاله اللائقه به ما يعرفه بها اهل المعرفه. در مورد امام رضا میگوید که امام علی ابن موسی رضا محاسن و مکارم معروف و شناخته شده و در واقع تعریفه ها و ممادح مناسبی به حال خودش داره، اللائقه بهی که مناسب حال ایشون هست، شایسته این مقام ایشون هست، ما یعرفه بها اهل المعرفه که اهل معرفت واقعا میدونن. و اما هذا الرافضی فلم یذکر له فضیلة واحدة بحجة، اما این رافضی یعنی آقای هلی حتی یک فضیلتی رو به همراه با حجت نیاورده، در صورتی که امام رضا و بقیه فضائل خیلی زیادی رو دارند که اهل سنت و الجماعت در واقع اونها را ذکر کردن. این یکی از مواردی هست که واقعا یعنی این به چشم میخوره در کتابای شیعه وقتی که نگاه میکنیم، هم از این که در مورد بحث امامت میخوان ثابت بکنن امامت ائمه را، یا این که میخوان که فضائل ائمه رو ثابت بکنن. از یک طرف میخوان در واقع ابرو رو بیاند و راست بکنند و میزنند اصل چشم رو در واقع کور میکنن. نه تنها یک فضیلتی رو بیان نکردن بلکه یک مذمتی رو برای ائمه خودشون متاسفانه بیان میکنن. خب ممنون سپاس جناب استاد که به نکته جالب و زیبایی اشاره کردین. از بینندگانم که میخوان تماس بگیرن باز هم استدعا دارم که صدای گیرندهشون رو ببندن و صدای ما رو از تلفنی که تماس میگیرن داشته باشن و همچنین در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنن. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام، بفرمایید. من از گنبد مزاحم میشم. محمد هستم. بفرمایید محمد جان از گنبد. الو. بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. سلامت باشین. ممنون. حال شما خوبه جناب آقای موجودی؟ حال شما خوبه؟ ممنون، سلامت باشین. بفرمایید. ممنون، با تشکر از برنامه‌های خوبتون آقای. ممنون، سلامت باشین. لطف دارین. دوستان صداتون داره پخش میشه، لطفا صحبت کنید. اثر گذاشت تو منطقه. من الان یک کلمه‌ای تو پشت ماشین میبینم. آقا محمد ببخشید. آقا محمد صداتون. آقا محمد دوست عزیز ممنون از اینکه تماس گرفتن. آقا محمد صداتون مشکل داشت، لطفاً تا اندازه متوجه شدیم که خدا را شکر اثر داشته، اثر خوبی هم داشته. امیدوارم که تمام کسانی که واقعاً در شرک یا خرافات زندگی میکنن رو به توحید بیارن. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. آقای دهقان. و علیکم السلام، بفرمایید. استاد گرامی خیلی تشکر میکنم از برنامه‌های خوب و با محتوا و بسیار عالمانه و خوب. من از اول مطالب یادداشت کردم، یه سری مطالبی که گفتم برای شما اینا رو بیان کنم انشاءالله که یک بهره‌ای ببریم. در مورد ولایت مطلقه از آن خداست. الله ولی الذین آمنوا. دوست عزیز یک لحظه، دوست عزیز یه لحظه، شما نظرتون گوش کنین. علامه حلی که از بزرگان شیعه است که شیعه تا الان بهش مینازه، دلایلی را برای امامت علی ابن موسی کاظم آورده. یکی از اون دلایل داستان سر چاه هست که اونجا خاک رو به حلوا و چی تبدیل میکنه. آیا این داستان جعلی و خود ساختگی میتونه دلیل بر امامت باشه؟ آیا این داستان میتونه دلیل بر امامت باشه؟ نه به هیچ وجه. پس احسن گوش کنید. آقای حلی
در اون زمان که از و حتی در این زمان که از بزرگان و قوی ترین علمای شیعه هست، این رو به زعم خودش از قوی ترین ادله‌ای که بر امامت استدلال کرده یکیش این بوده. بر امامت، اثبات امامت موسی کاظم 4 دلیل آورده بود که 2 تا داستان ساختگی بود، 2 تا هم دیگه از حد الناس اعلم الناس فی زمانه بود که بازم اونگونه که دلیل باشه نیست. اگر ما هم بالفرض مثال، بالفرض محال کاملا قبول کنیم این بر امامت دلیل نمیتونه باشه. بله میگن چون قافیه به تنگ آید شاعر به جفنگ آید. دقیقاً چون تا قافیه به تنگ آید شیعه به جفنگ آید. خب بفرمایید دوست عزیز. الو بفرمایید. سلام، خسته نباشید. درود خدا بر شما. بر شما هم چنین. بفرمایید. من ریگی هستم از زاهدان. سلام بر شما آقای ریگی، بفرمایید. میخواستم الو بفرمایید صحبت کنید. سلام، درود خدا بر شما جناب استادان عزیز. ببخشید جناب استاد، من یه سوالی خارج از موضوع برنامه دارم، یعنی خیلی ضروریه. میشه یعنی من سوالمو مطرح کنم؟ لطفا سوال اگر در رابطه با برنامه است میتونید الان مطرح کنید دوست عزیز. اگر خارج از برنامه است و در رابطه حالا چه مسائل عقیدتی باشه یا مسائل فقهی یا مسائل دیگه، اونو بعد برنامه تماس بگیرین، سوالتون یادداشت میشه و در برنامه مورد نظر پاسخ داده خواهد شد. یعنی الان من نمیتونم. الان وقتی هم نمونده دوست عزیز، تا پایان برنامه 10 دقیقه مونده و بینندگان هم پشت خط هستن. باشه، خیلی ممنون، لطف کنید. خدا حافظ شما. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. و علیکم السلام. برنامه وصال حق. بفرمایید. وصال حق. میخواستم با آقای چیز حرف بزنم. بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. استاد دست نجف ساکسونی بذار من. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام. و علیکم السلام. خوب هستید؟ سلامت باشید، ممنون. میخواستم به برنامه‌تون وصل باشم. بفرمایید، صداتون داره پخش میشه. میخوام صدام داره پخش میشه. میخواستم یه چیزی بگم. من تقریبا حدود 8 ماه پیش با یک اهل سنت ازدواج کردم. خب به خاطر همین که من شیعه بودم اینا تا تونستن خواهر گرامی، ببخشید. بله. خواهر گرامی، سوالتون مربوط به برنامه پرسش و پاسخ که روزهای دوشنبه اجرا میشه مربوطه و لطف کنین در برنامه مربوطه مربوط نیست. دارم میخوام بگم یه چیزی دارم میگم. من پرسش پاسخ نمیکنم، دارم حرفم میزنم. امیدوارم که روز دوشنبه تماس بگیرین و سوالتون رو بپرسین. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. آقا شبکه وصال ناحقه؟ بکوری چشم دشمنان، آره شبکه وصال حقه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. ببخشید یه سوال داشتم، میتونم بپرسم؟ بفرمایید. بفرمایید. آقای دهقان، شما سوالتون رو مطرح کنین. بنده دانشجو هستم، اصالتا دیرکندی هستم. میخواستم در مورد اینم سوال بپرسم. میخواستم حنفی هستم، میخواستم که شافعی بشم. دوست عزیز سوالهای فقهی رو روز دوشنبه در برنامه پرسش و پاسخ مطرح کنین. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای بفرمایید. آقای تاری، حالتون خوبه؟ سلامت باشید، ممنون.
سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و تشکر میکنم از برنامه خوبتون. من میخواستم بگم که لطفاً دیگه اینجا رو وصال بنامن، دیگه این حق و ناحق نکنن، چون واقعا دیگه ما شبکه‌ای در مقابل وصال نداریم که وصال فارسی اون باشه یا سلام علیکم، بفرمایید. الو، بفرمایید. میخوام با استادتون صحبت کنم. صداتون واضح نیست، بفرمایید صحبت کنید لطفا بلندتر. میخوام با استادتون صحبت کنم. دوستان عزیزی که تماس میگیرن تکرار شده، باز هم تکرار میشه. وقتی تماس میگیرن صدای گیرنده رو بیارن پایین، صدای تلویزیونشون کاملا صفر کنن و بعد با ما تماس بگیرن. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای یادتون خوبه؟ سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. سلامت باشین. میشه وقت کنید این آقای وصال حق؟ سلام علیکم، بفرمایید. السلام عليكم. أصحاب الجمال لا يدخلون الجنة. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. استاد دهقان بفرمایید. ببخشید اسم برنامه وصال حق یا ناحق؟ به کوری چشم شما، وصال حق و برنامه منهاج السنه، ردی بر خرافات شما. سلام علیکم، بفرمایید. آقای طاهری سلام عرض می‌کنم خدمت جناب استاد، ظاهرا امام زمان، ویروس امام زمان خیلی بدجور چی بگم فوران کرده و چون که حقیقت الان تو غار قایم، دقیقا نمیدونم از کدوم قسمت، از قسمت چاه جمکران یا از این قسمت سرداب فوران کرده و فعلا به خاطر اینکه نمیتونه حقو ببینن دیگه مجبورن اون چیزی که در دلشون یا بگم اون چیزی که در درونشون رو نمایش میدن. جناب استاد که من میخوام بهش اشاره بکنم این بگم که دوستان ما به هر چی باشن، گرچه به ما فحش دادند و حرفایی که مناسب بینندگان ما نیست در واقع در تریبون عمومی مطرح میکنن، اینها در واقع من معتقدم که نمایندگی از نمیگم مذهب تشیع، یعنی واقعا ما در میان شیعه انسانهای بزرگواری رو داریم. ما بودیم در ایران، شما هم بودید. واقعا اخلاق ایرانی ها و اخلاق شیعیان، که وقتی میگم ایرانی ها یعنی شیعیان ایران، واقعا زبان زد عام و خاص هست. برخوردی رو که با برادران اهل سنت دارند، مراودی که با همدیگر دارند، این واقعا جای تقدیر و تشکر داره. این افراد هم که به هیچ عنوان نه نماینده مذهب تشیعند و نه نماینده شیعیان هستند، زیرا که شیعیان ایران رو در واقع ما دیدیم و شناختیم و این افراد فقط افرادی هستند که به قول معروف یعنی جیر خار یک طیف خاصی هستند، یک فکر خاصی هستند که صلاح خودشون رو در این میبینند که حرف حق به گوش مردم نرسه. اما اینو من عرض میکنم خدمت تمام دوست و دشمن، اما تمام کسانی که موافق و مخالف ما هستند، شما میبینید که حرف ما حرف منطقی هست، حرف دلیل و برهان و حجت هست. ما در اینجا نیومدیم که فحاشی بکنیم. علامه هلی رو ما میگیم علامه هلی و یعنی با اسمی که شیعه دوست دارند و معروف از در میان شیعه ما نام میبریم و مطالبی رو هم ذکر میکنیم مستند از کتابهای خود شیعه هست. ایران ما متاسفانه با زور نیزه و شمشیر و تیغ متحول شده به تشیع رفته. همین کسانی که امروزه همین افرادی که اومدن این همه فحش و ناسزا گفتن، اینا خودشون آبا و اجدادشون اهل سنت و الجماعت بودند که به خاطر ترس و بیمی که داشتن متحول شدند به مذهب شیعه در واقع گرویدن. برگردید چند قرن قبل ایران رو نگاه بکنید، نوابغ ایران را، بزرگان ایران را، نوابغ علمیش را، شاعرای ایران را، تمام افتخار آفرینان ایران و در واقع فارسی زبانی رو شما نگاه بکنید، می‌بینیم که همه‌شون اهل سنت و جماعت هستند.
و این مژده رو من به حق پرستان و حق جویان عزیز میدهم. من معتقدم که ایرانی که قرنها قبل و در زمان صفویت با سور سرنیزه و شمشیر متحول شده دین رفض رو قبول کردن، امروزه خودشون به این رشد رسیدن و به این بلوغ فکری رسیدن که حق رو از ناحق تشخیص بدن. لازم نیست که به ما صفت بدن که وصال حق یا وصال ناحق. حتی اگر وصال ناحق هم باشه، حرفی رو که میزنه مردم میفهمند که این حقه یا ناحقه و اینو قبول میکنند. امروزه الحمدلله به برکت حکومت جمهوری اسلامی که نزدیک به 3-4 دهه هست که در واقع حکومت میکند، مردم ایران خوب شناختند، هم اهل بیت رو شناختند، هم مذهب شیعه رو شناختند، هم اونهایی که دم از تشیع میزنند، دم از حکومت اسلامی میزنند، همه رو الحمدلله ملت ایران کاملا شناختند و این انقلاب واقعی هست که امروزه در ایران رخ داده. بیننده اولمون عرض فرمودند که واقعا این شبکه‌ها تأثیر گذاشته و این سوز و گدازی و این آه و ناله‌ای و این فحش و ناسزاهایی که ما میشنویم به خاطر تأثیر حرف ما هست در جامعه. اگر واقعا مردم ایران میدونستند که شبکه وصال ناحق حرف ناحق میزنه، خب دلیلی نبود شما این همه آشفته بشید، این همه ناراحت بشید. مردم که میبینند قبول نمیکنند، شما چرا ناراحت هستید؟ اما واقعیت برعکس هست، چیزی غیر از این هست که الحمدلله بیداری اسلامی غوغا کرده در ایران. الحمدلله در سطح دانشگاه، در سطح حوزه ما با بسیاری از دوستانمون حتی در قم در ارتباط هستیم که الحمدلله متحول شدند و به این یقین رسیدند که واقعا اون چیزی رو که تا به حال به عنوان مذهب اهل بیت میشناختند، اون در واقع مذهب اهل بیت نبوده، مذهب عبدالله ابن سبع یهودی و یک نوع رفض بوده. و من امیدوار هستم و قطعا همین گونه هست که در آینده نه چندان دور ایران به علم و معرفت و به شناخت حق و حقیقت ان شاء الله نائل خواهد شد. اما من از ته دل میگم به تمام عزیزانی که به ما فحش دادند، ناسزا گفتند یا میگویند، ما هیچ گونه هراسی را نداریم از این که به خاطر دین خدا، به خاطر بیان کلمه حق به ما یکی فحش و ناسزا بدهند. و ما تمام کسانی را، من از خودم شخصا و عرض میکنم و همچنین به نیابتا از تمام دوستانمون در شبکه وصال حق و تمام شبکه‌های اهل سنت و الجماعت، تمام کسانی که به ما بد و ناسزا گفتند ما اونا را حلال کردیم. خدای تو شاهد باش، هر کسی به خاطر حرفایی که من در این برنامه زدم یا در برنامه‌های دیگر، الحمدلله مطمئنم و روسفیدم پیش خداوند متعال که تا به امروز نه به فرد شیعه، نه به امامی و نه غیر امامی، نه عالمی و نه غیر عالمی، هیچ گونه اهانتی رو نکردم. در این زمینه الحمدلله پرونده‌ام پاک و صاف است. حرفی رو که زدم به خاطر خداوند متعال و رضایت الله متعال مد نظرم بوده. هر کسی که به خاطر این حرف حق من حرف بدی رو به من گفته، چه به گوش من رسیده، در ملأ عام گفته، در جلوی بینندگان گفته یا پشت سر گفته، خدایا تو شاهد باش که من از حق خودم گذشتم. من به تمام بدخواهان خودمون، به تمام کسانی که علیه ما افترا میبندند، دروغ میگویند و دشنام میدهند یک کلمه عرض میکنم: اگر شما راست میگویید واقعا ما ناحقیم و ما فلان و فلان هستیم، خداوند متعال ما را ببخشد. اگر واقعا شما راست میگویید الله متعال ما را ببخشد و هدایت بکند. اگر واقعا شما دروغ میگویید خداوند متعال شما را هدایت بکند و شما را ببخشد. این حرف حق است و ما به خاطر این در واقع خودمون رو و در برای ابلاغ دین، برای قرآن و سنت و اون چیزی که وجداناً به اون حق و حقیقت رسیدیم. والله تا به امروز که هست در هیچ برنامه من فقط و فقط به خاطر این که سنی هستم یک مطلبی رو مطرح نکردم، فقط به خاطر این که از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیل محکم و استواری رو داره و من به این حق و حقیقت رسیدم، اینو مطرح کردم، نه به خاطر جانبداری از یک مذهب خاص یا یک فکر و ایده خاص. و الحمدلله که همون گونه که عرض کردم تا به امروز نه به کسی توهین کردم و نه هم معتقد به توهین و فحاشی هستم و تمام کسانی که به ما توهین کردند، فحش و ناسزا گفتم، من همه رو حلال کردم و همه رو در واقع معاف کردم و امیدوار هستم که خداوند متعال همه ما رو و همه بینندگان ما رو، چه اونهایی که دوستدار ما هستند چه اونهایی که بدخواه ما هستند و از روی نادانی خودشون، ناآگاهی خودشون به این مسائل روی آوردن، همه ما رو ان شاء الله خداوند متعال معاف بفرماید. آمین آمین آمین. اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ممنون، سپاسم از جناب استاد که واقعا نکته‌های جالب و زیبایی در آخر اشاره فرمودیم و من هم نکته نمونده که
بیان کنم. شما همه بینندگان عزیز را به خداوند بزرگ می سپارم تا برنامه دیگر. خدا یار و یاورتان. خدا نگهدار.